آیه که جل جلاله در آیه کریمه بیان میکند برای همه آدمیزاد که والله اخرجکم من بطون امهاتکم، خداوند خارج کرد شما را از شکمهای مادرهایتان. لا تعلمون شیئا، در حالتی که از مادر خارج شدین چیزی را نمیدونستین، چیزی را نمیفهمیدین، پاکی را از ناپاکی فرق نمیکردین. در دست یگان کس یگان طلا و پول و مالی نبود، عقلی نبود، فهمی نبود، چیزی نبود. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، چیزی نمیدونستین. و جعل لکم السمع والابصار، خداوند برای شما عطا کرد شنوایی و بینایی. یعنی چند چیزی هست که او خاصی پروردگار هستند. اگر گوشت و روغن و استخوان و خون و اینا چرتش از پدر چرتش از مادر باشد، اما چند چیزی دیگر هست که از جانب الله هست. شنوایی این از جانب پدر و مادر نیست، مخصوص عطای پروردگار. بینایی، جوهرهای قیمت بهایی که یا دیگر همچنان قیمتی هستند که دیگر یا بها ندارند. بینایی، شنوایی، گویایی، چشایی، زبان ناطقه، عقل، اینا از جانب پروردگار هستند. حسیات خمسه بگه و جعل لکم السمع والابصار، شنوایی و بینایی خداوند به شما عطا کرد. میگن لعلکم تشکرون. والافئیده، افئیده اصلا فؤاد گفتگی عضوی هست. همین قسمت دل انسان، قسمت بالایش سینه میگن، صبر میگن. یعنی شیطان وسوسه فقط در سینه میکنه، در اون دل راه نداره و در اون دل در آمده نمیتونه. به سوره قرآن میگه یوسوس فی صدور الناس، وسوسه میکنه در سینه های مردم. خبت دیوار یکمه، خبت درونگی در دل و در درون دل با مخصوص چیزی رو فؤاد میگن. خداوند میگه افئیده رو به شما خلق کردیم لعلکم تشکرون، شاید که شما شکرگزار باشید. یعنی انسان مخصوص در کارخانه الله ذوالجلال تشکیل شده است، مخصوص در کارخانه خداوند. اگر همه اشیای دنیا را آدمیزاد در زواد فابریکه کنه، اما آدم در کارخانه پروردگار خلق شدگی است. از یک قطره آب خداوند خلقش کرد و صورتهای ما و شما را در آب کشید. یکی از نامهای پروردگار جل جلاله مصور است. معناش یصور فی الارحام کیف یشاء، در شکم یعنی در بچه‌دان زن خداوند صورت ما و شما را میکشه چگونه ای خواهد. و چه خاطر است که از قدیم تا امروز میگن یک کسی اگر شکلش یگان ناخوبی داشته باشه میگه مزاح نکن، گناه کبیر است، مسخره نکن، گناه کبیر است. و چه خاطر؟ به خاطر که صورتکش او است. این صورتکش خیلی آدم نیست، صورتکش از بالا همون صورت کشیدگی است. حضرت شیخ بویزید بستامی رحمت الله علیه میگم به یک کوچه گذر میکرد، ولی خدا بوده، یک سگی گرگین ندید. گرگین گفته همون خیلی سگی که دیگه پشمش میریزه، شکلش بسیار بسیار عجیبه. و دیدن تا یک کمتر و دیده کراهت نظر کرد. میگه سگ به زبان اومد گفت که ای سلطان العارفین بویزید بستامی به نقش نگاه نکن، به نقاش نگاه کن. همون قدر حضرت گریه کرد که از گفتگیش به دربار خدا توبه کرد. به نقش نگاه نکن، به نقاش نگاه کن. به صورت نگاه نکن، به صورت کش نگاه کن. صورت کش همین خیلی صورت کشی است و همین خاطر کسی حق ندارد که یک کسی صورتش مثلا که یگان سخن ناخوبی بگه. خب میگه درون پرده های تنگ تاریک تو را پرورده کرده ریزق نزدیک. در همو درون رزق تو را رسان، بی رزقت نمون. درون پرده های تنگ تاریک تو را پرورده رزقت کرد نزدیک. رسانیدت به اکرام کلانی، چی کردی بندگی تو ای فلانی. به همین درجه آمد انسان رسید، اما از انسان پرسیده میشه که چی بندگی کردی. در حالتی که گاه وقت انسان
از خود میره و آدمیزاد هم است مغرور میشود و میگه قدر دارایی دارم، ثروت دارم، هم میره میدانی را به عقل کردم، به علم، به خرد. اما اندیشه بکنه که همون عقل کی داد، عقل خیرد کی داد، او علم کی داد. و چی خاطر زکات مال فرض است، و خاطر که میبینیم در قدر بعضی بومجو هستن در همون درون مثلا پرتوگوها چیزی کفته ایست، او هم بنده خدا هست، ما هم بنده خدا هستیم. به خاطر ثروتمنده که همون عقل جمع کردن ثروت و علم و فهمیشی همون را کی داد به تو؟ خدا داد. وگرنه همون چی است؟ آدم است، ثروتمند هم آدم است. اما به خاطر که همون عقل فهمیش و علم و زیرکی را که به تو داد است، زکات همون را برو بر فقیر مسکین بتی. که زکات حکمش فرض است. کسی زکات این کار کند از دین بیدین میشد. زکات در هر کجای قرآن که اومده است از قفای نماز اومده است. اقیموا الصلاة و آتوا زکات. هر کجا که خداوند میگه نماز با پا دارید، از عقیبش حتما $4,000 داشته باشی، $100. این چیزی نیست و گپی نیست که همون $100 هست میسو ثروتمندی که یک عبیدش صرف میکنه. از 4,000 فقط $100 از 4 یک ده. لیکن باز همه یافت میشه که همه تلفن و سوال و جواب و پرس و پرس همه قدر میکوان میشورن که بگوی که چایت داکه زکات واجب نمیشه. این خیلی اصلا طبیعت یادم نمیاد. یا قریب رمضان میشه و همه قدر جلوت کم درد میکنن، کسالم تبوات میکنن و بالنسبت دایم دورو رفتیسم همه حرکت میکنه که بگوی مالش خیلی که روزه تبخور. ببینده 11 ماه خورد بندن، 11 ماه در 11 ماه تبوات نکرد. همه رمضان نزدیک شده یکی جلوت که کسال میشه و تبوات سر میکنه. ببین 1 سال به خود جمع که هر چی قدر نعمت های است بخور، بپوش، بینوش، استفاده بکن، راحت کن. اما 1 سال پس چیست؟ 1 سال پس زکات مال تبرر به فقیر مسکین بتیبی. حج در تمام عمر فقط 1 مراتب فرض است. اگر ایسو 100 سال عمر بینه 1 بار حج برو از گردنش ساقط میشه. اگر همه اینها را ما یک و یک نگاه کنیم، اینو چی هستن؟ خیلی یک امرهای هستن که بسیار بسیار آسان هستن، اما وقتی که خداوند انسان توفیق هدایت نکنه در نظرش خیلی وزمین میتونه. و چی هست که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این باب خیلی حدیث زیاد بیان کردگی هستن که میگه من کان له مال فلیتصدق بالمال. کسی که دارایی داره، مال داره، با مالش صدقه کنه، خدمت کنه در مردم. و من کان له علم فلیتصدق بالعلم. کسی که علم داره، علمش صرف کنه، بفهمونه به مردم، دعوت کنه، بگویه. البته که الان قبلا وجه حضرت هم بیان کرد که فقط همه نعمت ها را بخریم، استفاده کنیم و همه تا خیسته بریم، مگر بسیار به این صوفیه، بسیار به این صوفیه. این قدر نعمت خداوند استفاده کنیم چیزی از اون نگیم، بسیار به این صوفیه است. و عالمی که خداوند با او علم عطا کرد حق بیان نکند و مردم نفهماند، این میراث رسول الله را اگر به امت رسول الله نفهماند، پیامبر میگه الجمه بلجام من النار، لجام آتشی در دهن همون عالم زده میشود که خب کرد، نیش از خورده هم تا خب کرده خیس برآمد بر رفت. لجام آتشی در دهانی زده میشود. هست چی هست که میگه من کان له علم فلیتصدق بالعلم. اگه در بین صحابه های پیامبر صلی الله علیه وسلم بعضی انسان های بودن که نه مال داشتن نه علم، پس ما چیکار کنند؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم برای آنها گفت که و من کان له قوه فلیتصدق بالقوه. کسی که اگر نه مال دارد نه علم دارد، با قوتش چیکار کند؟ خدمت کند. باری یک کس برد در مسجد بر وقت برای یک جوره برو توزه کنم، یک جای تورات خونه را مثلا که توزه کنم، یا سرچوقی پاک مونه، یا پاکوشی مونه، یک کاری کنه که نفعش به مردم برسه.